لا سلام ایران ازبکستان. ضربات پنالتی مهدی تارمی پشت توپ، ضربه رو میزنه در مقابل یوسوپوف، میزنه و توی دروازه. با پنالتی بعدی رو شمارودوف میزنه وسط و توی دروازه. سردار آزمور میگیره توپ رو، میگیره تراک بعدیه و بیرانوند توپ رو گرفت. سامان خود دوست میزنه خیلی راحت. شکروف میزنه و میگیره بیرانوند. پنالتی بعدی رو نورافچن میزنه خیلی خوب. پنالتی بعدی برای تیم ازبکستان، ضربه رو میزنه به خلاف جهت. مهدی قایدی چقدر بد زد. ضربه رو میزنه بیرانوند، گرفت تمام.